داشتم چایمو میخوردم که مشتری واسه من عبور. به نظرتون تو چیه؟ موزه؟ نه یه گوشیه دست خورده. آه آه آه. فلت LCD جدا شده، فلت مین. آخ آخ آخ. آخه چه کار میکنید با گوشیاتون؟ من نمیفهمم. کجا بردی آخه اینطوریش کرده؟ اشکال نداره. خب اینو میذاریمش کنار، اینو بر میداریم. یه LCD با کیفیت خوش قیمت. بعد محافظ دوربینش رو بر میداریم. اول باید چسبش رو خوب بچسبونیم، با چسبش بلند نشه. بچه‌ها مجبورم دوربین رو قطع کنم تا خودم ببینم چی کار میکنم. خب اون مشکل چسب رو برطرف کردیم ظاهرا. مثل اینکه برطرف نشد. شد. این از چسب. رفع حرارت. بچه نمیگم حتما اصلی بندازید، ولی اگه کپی هم میندازید مثل اینهای کپی جنس خوب بندازید. ما سعی میکنیم همیشه بهترین کیفیت واسه مشتریامون با بهترین قیمت بندازیم. ما راحت بلندش کنی خوبه. خب بردمون رو جا میزنیم. دوباره فریم رو تطبیق میدم، شاسی قبلیه رو، که خدای نکرده چیزی جا نمونده باشه. نگاه کنید الان. خب این اسپیکر رو داره، اوکی. و دیگه چی این فریم جای دوربین هم باید جدا کنیم که دوربینمون دورش خالی نمونه. میذارم کار با احتیاطیه. خب چقدر چسب داره. اینو میچسبونیم سر جاش. اون چسبش هم باید جدا کنیم. همین ریزه‌کاری باعث میشه کارمون تمیز در بیاد بچه‌ها، میدونی؟ خب دوباره فریمون رو چک میکنیم ببینیم آیا همه چی اوکیه. آره. برده بالا رو جا میزنیم. حالا باید این برده پایین جا بزنیم. خب فلت آنتن. اسپیکر. فلت مین. خب باتری. همه چی اوکیه. خب حالا فرمو میبندیم با احتیاط.
حالا یه بسم الله میگیم تا بیاد بالا. ما یه ذره پیچا رو ببندیم ان شاءالله هم که مشکلی نباشه و دیگه راحت باشیم، یعنی نخوایم پیچا رو باز کنیم. تا اینو بزنم چه خب حالا دستگاه رو چک میکنیم. تاچ خدا رو شکر اوکیه. دوباره تست نور و تاچ رو کامل میگیریم ازش. همه چی اوکی. فونینیکو یادت نره. بچه ها خدا نگهدار.